سلام بچه ها، احوالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. من درمین جعفری هستم از تیم برنامه نویسی آترون. جلسه قبل با هم دیگه مپ رو کار کردیم و گفتیم که مپ رو چجوری نمایش میدن، همینجوری که الان دارین سمت راست میبینین. این جلسه میخواییم که دوتا کار بکنیم. اول اینکه ببینیم چطوری مارکر اضافه بکنیم به اپلیکیشن و اینکه یه محدوده ای برای خودمون علامت گذاری کنیم به شکل دایره و ببینیم اپلیکیشن همون به چه شکل میشه دیگه. خب بریم شروع بکنیم. برای اینکه بتونیم اول کار بریم سراغ مارکر. برای اینکه بتونیم مارکر اضافه بکنیم به اپلیکیشن باید چیکار بکنیم؟ باید که مثل اینت استرینگ بولیان یه وریبل تعریف بکنیم که جنسش از نوع ست مارکره. اسمش هم میذاریم مارکر. تا الان نصف راه رفتیم، الان نصف راه دیگه رو میخوایم بریم و میخوایم که به این مارکر اضافه بشه. خود گوگل مپ یه چیزی داره به نام آنتپش یه ولیو برمیگردونه. این ولیو چی داخلشه؟ بریم ببینیم با هم دیگه چی داخلش میذاره. این ولیو همونجور که الان میخوایم ببینین اون نکنه الان پرینت میکنه اینجا لتلنگ گفتیم چیه؟ گفتیم موقعیت جغرافیایی اون نقطه است. الان این نقطه کد شناساییش اینه، این نقطه کد شناساییش اینه. به همین صورت میره بالا. خب ما حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم هر تبی که کردیم یه مارکر به نقشمون اضافه بشه. برای این باید چیکار بکنیم؟ این مارکر بود اینجا ساخته میشه. حالا ما میگیم که اد بکن. چی اد بکن؟ مارکر. خب میگه که مارکر آیدی میخواد. ما چیکار میگیم که مارکر آیدی استرینگ میذاریم مثلا، ولیوش هم میذاریم مارکر. خب الان که نمیدونه کجا مارکر اضافه بکنی، من کجا مارکر اضافه بکنم؟ یه جایی داره به نام پوزیشن چیه؟ اون لتلنگ. آقا من میخوام مثلا تو موقعیت 3252 یه دونه مارکر اضافه بکنم هرچی. حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم که هر جا آن تب کردیم یه دونه مارکر اضافه بشه. برای این گفتیم این ولیو همون موقعیت جغرافیایی است دیگه، پس این ولیو رو بهش میدیم به همین راحتی. الان من اگر که یه جا تب بکنم اپلیکیشن یه بار ریستارتش میکنیم. حالا هر جا که تب بکنم میبینیم که مارکر اضافه نمیشه. چرا مارکر اضافه نمیشه؟ چون صفحمون ریلود نمیشه. برای اینکه صفحمون ریلود بشه باید چیکار بکنیم؟ باید اینو از حالت استیتفول به استیتلس درش بیاریم و هر بار که کلیک شد یه بار صفحمون ریلود بشه. ببینیم الان با هم دیگه جواب میده و الان هم جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ چون که اصلا ما به این گوگل مپ نگفتیم که آقا برو مارکر بهش ندادیم. خود گوگل مپ یه چیزی داره به نام مارکرز که میگیم این مارکر چی باشه؟ این مارکر داخلش باشه. همونجور که میبینین حالا چون یه بار تب کردیم داخلش بود و این اضافه شد. یه بار دیگه بریم راه اندازی بکنیم میبینیم میشه. بیا چرا الان فقط داره یه دونه مارکر اضافه میکنه؟ من اینا رو همش دارم چرا میگم که تو ذهنتون بمونه. چرا الان داره یه دونه مارکر اضافه میکنه؟ چون که الان مارکر آیدی تمام این آن تبی که من اینجا انجام میدم چیه؟ مارکر. در صورتی که این درست نیست، باید یه چیز یونیک باشه برای آیدیش. خب ما میگیم چیکار بکنم؟ ما میگیم که همین ولیویی که اینجا هست و
ورده استرینگش بکن، چون قطعا یه نقطه جغرافیایی یکی نیست و الان 1000 تا میتونیم مارکر اضافه بکنیم و همین. خیلی هم عالی، جالب. خب الان این مارکر اضافه شد. الان میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم که یه محدوده دایره ای رو رنگ بکنیم. دوباره مثل این استرینگ باید یه چیزی درست بکنیم به نام set circle. اسمش رو چی میذاریم؟ سیرکل میذاریم و باز جنس این هم 8 سته. و سیرکل و همین. حالا باید چطوری تعریف بشه؟ باید موقعی که میاد اپلیکیشن رو بسازه یه بار این تاب فراخونی بشه سیرکل اد چی؟ این مارکر سیرکل. و خب این هم سیرکل آیدی داره، میگیم که سیرکل آیدی. چون حالا یه دونه داریم همین اسمش رو میذاریم سیرکل. اسم سیرکل آیدی رو ببینیم چیا داره داخل سیرکل آیدی. یه سنتر داره که یه لت لنگ به همون میگه، ازمون میگیره. خب من مثلا کجا میخوام؟ گفتیم هر بار اینو که اینجا بکنیم پرینت میکنه برامون دیگه. الان مثلا اینجا رو پرینت بکنم اینجا. ما میخوایم که سنترش دقیقاً سنتر وسط 33 پل باشه. میایم اینجا اینو لت لنگو میگیریم و کپی میکنیم داخل سنتر این. یه فیل کالر داره، میگه من چه رنگی بزنم، میگیم که قرمزش بکن. و ردیوس داره، میگه که قطرش چقدر باشه این دایره. بر فرض مثال میذاریم 80. و حالا استروک کالر رو استروک ویتسش هم همون بردرشه که میگه سایزش چقدر باشه. خب الان باز چرا نمایش نمیده؟ چون که ما اصلا به گوگل مپمون نگفتیم که ما یه سیرکل داریم. خود گوگل مپ سیرکلز داره و میگیم که همونی که ما ساخته بودیم اینو بذار داخلش و میبینیم که الان داره نمایش میده. یه کمی ظاهرش زشته. ما میایم استروک ویتسش رو میذاریم 1 و اینم اپاسیتیش رو کم بکنیم. بر فرض مثال مثلا 3 دهم اپاسیتی باشه. یه بار دیگه اپلیکیشن رو ریستارتش میکنیم و میبینیم که دقیقا همون نقطه‌ای که ما خواستیم دایره رو گذاشت و اینم مارکره. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. تا آموزش بعد که میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم که یه محدوده به اصطلاح مربع، یه محدوده سوزنق شکل، این رو میخوایم که مثل همین محدوده دایره‌ای که رنگش کردیم اون محدوده سوزنق رنگ رو رنگ بکنیم. اگر میخواین این آموزش رو ببینین تا جلسه بعد همراه ما باشین. امیدوارم که روزتون عالی باشه. خدا نگهدار.